امروز انشاءالله تفسیر سوره معارج رو میگیریم. الان نصیب کرده باشد تا آخره برسانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره معارج سوره است که در مکه نازل شده است و اکثریت سوره های مکی آیت هایشان کوتاه کوتاه و اساساً درباره روز قیامت و احوال کافران سخن میکند. از جمله این سوره هم یعنی سوره معارج هم الان میبینید که در محتوایش اعیدی اهل جنت و اهل دوزخ درباره احوال قیامت و این چونین درباره بعضی از صفاتهای مؤمنان صحبت میکند. الله میگوید سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله میگوید سوال کننده یعنی انسان های هستند که میپرسند که بالای کافران کی عذاب می آمده باشد. در در تفسیرش یعنی درباره عذاب واقع شونده یکم قول همان سخنی که الان گفتم که بعضی از مؤمنان از شدت عذاب کافران گفته بودند که وای بالای این ابو جهل و امثال این کی عذاب الله واقع می شده باشد. تفسیر دیگرش این است که بعضی از کافران به خاطر مسخره کردن و باور نکردن و پیامبر گفته بودند که اگر تو راست باشی بگذار خداوند بالای ما عذاب فرستد، چگونه که در سوره انفال آمده است قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر حق باشد خدایا بالای ما سنگ های را همچون باران از آسمان بباران یا به ما عذاب دردناک ده. یعنی همین گونه بعضن یعنی با تفسیر اول مؤمنان که وقتی که بداد آمدن از دست کفار میگویند خدایا کی بالای اینها عذاب واقع می شود می شده باشد. تفسیر دیگرش خود بعضی از کفار خودشان به خاطر مسخره کردن امثال نادر ابن حارث و دیگران میگفتند که کنی اگر محمد تو حق باشه بالای ما از طرف پروردگار عذاب بیاید. و الله میگوید للکافرین لیس له دافع، این عذاب خواهد نخواهد می آید، یعنی عذاب سخت، عذاب دردناک، عذاب روز قیامت و این چنین مسیری بعد بدترین مرگ برای کافران می آید و کسی این عذاب را از آنها دور کرده دفع کرده نمیتواند. من الله ذی المعارج، آن عذاب از طرف پروردگاری هست که او صاحب درجات بالا، او صاحب مرتبه های بالا و بزرگی می باشد. تعرج الملائکة و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اینجا خداوند میگوید ای آنهایی که در روی زمین انکار میکنید پروردگار و عذاب پروردگار را، شما حتی تصور هم کرده نمیتوانید که چقدر آن دنیایی که به آن دل میبندید و آن زندگی که امروز به خاطر آن این همه طغیان و عصیان میکنید در برابر پروردگار هیچ قدر ندارد. فقط یک روزه راه یا گفتیم یک روزه کاری که فرشته ها میکنند بنده ها را، عمل های بنده ها را به نزد پروردگار میبرارند، مقدار آن از سال شماری شما 50,000 سنه 50,000 سال می باشد. سبحان الله. پروردگار میگوید دنیا همان گونه که شما فکر میکنید نیست. از زمین تا آمدن به نزد من تا عرش پروردگار 50,000 ساله راه هست. 100 ساله، 200 ساله، 1000 ساله نه، 50,000 ساله راه هست که آن روز را فرشتگان در یک روز طی میکنن. یعنی هر روز فرشته یا گفتیم هر باری که جبرائیل از نزد پروردگار به نزد محمد صلی الله علیه و سلم با وحی می آید و هر باری که جبرائیل پس از آمدن به بالا می براید و هر باری که فرشته ها به زمین می آیند و به بالا می روند، راهی که آنها طی می کنند 50,000 ساله راه است.
یعنی بعضی از علما میگویند 50,000 خودی عمری فقط زمین است. بعضی ها میگن 50,000 آن روز قیامت است که مقدار روز قیامت 50,000 سال است، اما برای مؤمنان مانندی از عصر تا شام یا از نماز ظهر یا پیشین تا عصر خواهد گذشت. یعنی تصور کنید که راهی که 1 ساله هست این همه دور و دراز باشد، خداوند میگوید 50,000 ساله راه را فرشتگان طی میکنند و از نزد پروردگار و نزد پیامبران و به نزد محمد صلی الله علیه و سلم وحی می آورند، سپس بالا می روند. در دوامش الله میگوید فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، به تمسخر و به اذیت این کافران صبر کن. البته چون سوره مکه‌ای بود، پروردگار هر باره که اذیت و ظلم بالای پیامبر می آمد به صبر دعوت میکرد، ولی وقتی که پیامبر به مدینه رفتند و مسلمان ها در آنجا قوی شدند، دیگر آیت جهاد نازل شد. دیگر وقتی صبر از بین رفت و پیامبر جهاد میکردند و هر کسی که علیه پیامبر می جنگید یا یگان نیرنگ و حیله رو در از پی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد. اینجا وقتی الله میگوید فاصبر صبرا جمیلا، بعضی از علما میگویند صبر همیشه خوب است، همیشه خوب است. یعنی اگر تو بالای دشمن قوت داشته باشی یا نداشته باشی هم خوب است، ولی باز علمای میگویند، علمای هم هستند ببخشید، میگویند که صبر هم حکمت خود را دارد، جای خود را دارد. جایی که کار از دستت نمی آید یا اگر صبر کنی درهای فتنه پوشیده می شود، بهترش که صبر کنی و الا جزاء سیئت سیئت مثلها، بعض بدی ها رو باید به مثل جواب دهی تا اینکه ظالم از حد نگذراند. و اینجا الله میگوید ای پیامبر صبر کن به این اذیت مشرکان، صبر جمیل، صبری که در آن شکایت وجود ندارد، صبری که در آن به کسی نالش نمی کنی و شکایت های خود را به پروردگار میبری. انهم یرونه بعیدا، کافران روز قیامت و عذاب قیامت را خیلی دور میبینند، گویا که ناآمدنی هست. و نراه و قریبه، ما باشیم آن را نزدیک میبینیم، زود است که آن عذاب واقع شود. در دوامش الله احوال روز قیامت را میگوید. در آیت 8 میگوید یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن و لا یسأل حمیم حمیما، روزی که آن آسمان هایی که با آن همه قوت و با آن همه بزرگی میبینید مانندی روغن یا اینکه مانندی میتل های آب شده می گردد و آن کوه های بزرگی که الان می بینید مانند پشم های رنگ کرده شده، کمی از مقدار موی های حیوانی که رنگ برنگ هستند آنگونه پریده می گردند. ولا یسأل حمیم حمیما، و آن روز همه به خود آواره هست. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، همه با عذاب و با درد و با به سرش آمده آن امتحان و آن سرنوشته که الان یا جنت است یا دوزخ است آواره است. ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ حمیم، هیچ دوست نزدیک، هیچ همدم دیگر احوال تو را نمی پرسد. ولا یسأل حمیم حمیما باید برای هر یک مؤمن آیت باشد که نگذار که در این دنیا از نمازت، از عملهای ثوابت، از نزدیک شدن به خداوند حمیمی تو، حمیم گفته دوست جانی را میگویند، آنی که همدم رازهای تو هست، در خلوتها با او می نشینی، آنی که با او درد خالی میکنی یا گفتیم درد دل و حسرت میگویی، آن روز او هم حتی تو را ترک کرده می رود. و به خاطر این چه بسا انسان هایی هستند که همنشینی آنها، دوستانی آنها را از تمام عمل هایی که آنها می توانند انجام دهند باز می دارند در دنیا، از نماز و از طلب علم و از خوبی و از چیزهای دیگر. و الله میگوید آن دوستی نزدیکت هم آن روز اصلا تو را نخواهد پرسید. الله میگوید یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. سبحان الله، الله میگوید آن روز همه یک دیگر را میبینید،
آن روز نیست که کسی رو نبینه. نه، تو پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، دوست نزدیکت همه رو میبینی. یود المجرم، آنهایی که در دنیا همیشه آلوده گناه بودن، نه از الله شرم میکردن، نه از بنده های الله شرم میکردن، وقتی که آن عذاب و آن درد و آن هجران رو میبینند میگویند ای خدایا کاش فرزندی مرا بگیری، کاش بجای من فرزندم رو به آن آتش بیاندازی. همه میدانیم که محبت فرزند برای پدر و مادر بالاتر از همه محبت هاست. تقریبا خواه کافر و خواه مسلمان پیدا نمیکنی که پدر یا مادر بگوید به جای من فرزندم رو عذاب ده، به جای من فرزندی من دردی مرا کشد. نه، برعکس پدر و مادران میگویند دردت به جانم، من دردی تو رو کاش کشم، کاش فرزندم این روز را نبیند. ولی خداوند میگوید آن روز یعنی روز قیامت خیلی و خیلی دهشت و وحشت دارد. آن روز حتی انسان میگوید کاش به جای من در این عذاب فرزندم بسوزد و صاحبتی و اخی و یا همسرم و یا برادرم بسوزد و فصیلته التي تؤوی یا پاره تنم، یعنی نزدیکترین انسان هایی که همچون پاره تن من هستند آنها بسوزند و من در این آتش نسوزم. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، هر کسی که در دنیا باشد، هر چیزی که در دنیا باشد، کاش همه آنها فدا شوند ولی من از این آتش نجات یابم، ولی من از این آتش نجات یابم. ببینید که الله میگه مجرم مؤمن نه. انشالله مؤمن رو میبینیم، انسان های مؤمن در آن روز وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و یا اینکه وجوه یومئذ مستبشره میگوید، ببخشید ضاحکت و مستبشر میگوید پروردگار، یعنی چهره ها در آن روز خنده کنان، برادران با برادران مومن، پدر با فرزند صالحش، همسر با همسر صالحش به همدیگر بشارت میدهند که الحمدلله آن روز آمد، الحمدلله دیگر داخل میشویم به آن وعدگاه الله. اما مجرمان، انسان های گناهگاری که در دنیا همش آلوده عیش و عشرت بودند، گمان کردند که پس از این دنیا دیگر حیات وجود ندارد. وقتی آن عذاب و آن سوختن را میبینند میگویند خدایا فرزندم را بگیر، همسرم را بگیر، هر کسی که به من نزدیک است بگیر، اصلا کلی دنیا را از من بگیر، فقط من نمیخواهم در آن آتش بسوزم. ولی الله چی میگوید؟ کلا، هرگز این خیل نیست. اینها لظا، خواهی نخواهی تو سوخته میشوی. این آتش جهنم الکی شعلور هست، نزاعت للشوی، می سوزاند، می پوساند، حتی پوست ها به استخوان ها می چسبند، بیریان می کند. تدعو من ادبر و توله، و این آتش به نزد خود کسی را فریاد می کند که آن انسان ادبر و توله در دنیا به گفته الله پشت گردانید و یک طرف چهرهش را گردانید و رفت. یعنی هر کسی که در دنیا آیت قرآن را یا گفته پروردگار را یا حلال و حرام را شنیدن نمی خواهد، وقتی به او امر معروف یا نهی منکر کرده می شود گوشش را به گوش می زند گویا که نشنید، پشت می گرداند و می رود، یا سخن را طرز پیچ می دهد که نشنیده است. الله می گوید آن آتش شما را در آن روز به خود صدا می کند بیا جایی تو اینجا هست. تو بودی که در دنیا نمی خواستی درباره آتش بشنوی، تو بودی که در دنیا نمیخواستی از آخرت بگویند. و جمع فاوعى، این چونین آن آتش نفران را به نزد خود صدا میکند که در دنیا مشغول یک چیز بودند، مشغول جمع کردن پول و بستن دهان کرمان، یا گفتیم همون سمکه و پولمونک های خود بودن. محفظه میگوین یا محفظه با عربی، جایی که شما در آن پول را میمونه، جزدان. یعنی خداوند میگوید آتش جهنم، آنهایی که در دنیا
پول جمع میکردن و خوش رو بسته بسته میموندن، یا امروز پچکه پچکه در بانک ها میمونند که کسی به آن دست نزند و از آن خیرش نه به خودشان میرسد نه به دیگر بیچارگان. آن آتش آنها را صدا میکند. میگویند بعضی از علمای بودند که میگفتند من به جای اگر پول مونم میترسم که جای پول موندم رو دهانش رو بسته کنم یا ببندم که مبادای به این آیت داخل نشوم. و جمع فاوعى. الله میگوید ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یعنی عموماً مردم، اکثری مردم همین گونه آفریده شدن. انسان های خیلی حریص، دنیا دوستدار، خیلی دنیا دوستدار و این چنین انسان های خیلی و خیلی بی صبر. الله میگوید چگونه انسان هستند اینها؟ اکثریت همین گونه خاراکتر دارند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی مصیبت به سرشان می آید یک بار جزوعا، بی صبری میکنند، داد و فغان میکنند، گروه به خودکشی، گروه به از تقدیر ناراضی بودن، گروه به حقارت کردن دنیا، گروه به حقارت کردن خود و اطرافیان و فرزند و دیگرها شروع میکنند. الله میگه انسان ها همین گونه‌اند. مصیبت به سرش میرسد بی صبری میکند. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که به سرش شادی میرسد، به سرش نعمت میآید، به کسی از اون نعمت نمیدهد. مانند قارون، پول من است، خودم میافتم، به کسی نمیدهم، به کجا خواهم صرف میکنم. اما وقتی بالایش مریضی آمد به خاطر نمی آورد که کی بود و چی بود، نه چرا سر من آمد خدایا، چرا بالای من می آری. همین گونه دو چیز در اکثریت انسان ها هست، یک جزو یعنی بی صبری در وقت مصیبت، دیگر از خود رفتن در وقت دارایی، وقت دارایی دارن، یا اینکه گفتیم وقتی خداوند برایشان برکاتش را باز کرد یک باره از خود می روند، دیگران را فراموش می کنند، بیچارگان را فراموش می کنند، دهنده نعمت را هم فراموش می کنند. الله چی می گوید؟ الا المصلین، الا المصلین، و جز نمازگزاران. اهل نماز این گونه نیستند. آنهایی که در یک روز 5 بار به نزد پروردگار شتابان می آیند، صحبتهایشان را با پروردگارشان می کنند، سرهایشان را به سجده نهاده سبحان ربی الاعلی، خدایا من کوچکم تو بالا هستی، من با عیب هستم تو بی عیب و بی نقصان هستی، خدایا من محتاج تو هستم، تعظیم من، سرم را خم کردن، سجده من برای تو هست گویان در یک روز 5 بار دویده به نزد پروردگار می آیند، این گونه نیستند. وقتی مصیبت به سرشان می آید با یاری پروردگار صبر می کنند. وقتی که شادی و آسودگی به سرشان می آید با توفیق پروردگار دیگران را، پروردگارشان را و این چنین این نعمت از کجا با فضل الله آمدن را فراموش نمی کنند و همیشه هم در حالت مصیبت هم در حالت فراغ دستی معتدل هستند. نه در این طرف از پای می افتند، نه در این طرف از خود می روند. و الله چی میگه؟ الا المصلین، و جز آن نمازگزاران، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازگزارانی که فقط یک بار دو بار نه، فقط در رمضان نه، فقط در وقت مردم رو دیدن نه، دائمی همیشگی در نماز هستند، هیچ نماز خود رو ترک نمی کنند. والذین فی اموالهم حق معلوم، و آن نمازگزارانی که در مال آنها یک مقدار معلوم جدا شده است، همیشه یک مقدار پول، خواه پولی کم باشد خواه زیاد، این فقط به زکات رابطه ندارد، خواه پولی کم باشد خواه پولی زیاد، در مال آنها مقدار از مال جدا شده است. للسائل و المحروم، که آن پول را برای پرسنده می دهند، اونه که در کوچه به نزد آنها آمده میگوید من محتاجم به من کمک کن، یا هر نفری که به آنها میگوید من نیاز دارم، یا محروم، هر کسی که او از رزق زیاد محروم است، یا او پرسنده نیست، سائل و در کوچه طلبنده نیست،
ولی میدونن که این انسان محروم است به خاطر اینکه یا جای کار ندارد یا اینکه جای کار داشت و بعداً کساد شد یا اینکه یک بار قرضدار شد. سائل اونه که به مشکلی آمده میگه من نیاز دارم به من کمک کن. محروم اونه که آمده نمیگوید که به تو من نیاز دارم اما تو میدانی که آن انسان به کمک نیاز دارد. الله میگوید اهل نمازگزاران آنهایی که همیشه آنها مستقیم هستند در راه پروردگار، در مال آنها مقدار معین هست. برای همین توصیه میدیم خواهران عزیز، حتی یک پولی کمی کم باشد همیشه در سمکچه خود نگه دارید و بگوید اگر کسی در کوچه از من میپرسد من این را میدهم. هر درآمدی که میکنید یک مقدارش را بگوید به خاطر الله به فلانی محتاج، خو خیشتان باشد خو همسایتان خو کسی دیگر به او میدهم، تا اینکه به این آیت داخل شویم فی اموالهم حق معلوم. پولهای ما فقط برای آینده فرزندم، برای معرکه کردن و توی کردنم، برای این و آن نه. هر باره که خداوند به شما رزق را داد کمترین باشد هم بگوید این برای سائل و محروم است که کمی کم باشد هم به خاطر آن که از جمله اینها باشم به آنها میدهم. در دوامش الله میگوید والذین یصدقون بیوم الدین، و همان نمازگزارانی که روز قیامت را باور دارند، یقین دارند که آن روز می آید. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، و آنهایی که از عذاب پروردگارشان ترس دارند که خدایا انسان خواه و ناخواه گناه میکند، ما را به عذابت گرفتار نکن. هر باری که به گناه دست زدنی میشوند از ترس آن روز قیامت از آن گناه دست میکشند. مشفق یعنی خائف و ترسو هستند از آن روز. این عذاب ربهم غیر معمون، پروردگار میگوید البته آن عذاب یعنی عذاب روز قیامت، کسی از آن عذاب در امان نمیماند مگر آنهایی که خداوند با رحمتش با مغفرتش نگه دارد. در دوامش الله میگوید والذین هم لفروجهم حافظون، و آن نمازگزارانی که از زنا شرمگاه خود را نگه می‌دارند، حفظ می‌کنند، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر برای همسرانشان یعنی شهوت آنها یا گفتیم نزدیک شوی آنها فقط به همسر خود می باشد یا به کنیز خود که الحمدلله الان وجود ندارد، ولی پیشتر کنیز همچون همسر برای مرد حلال بود که با اون می توانست وقتی که شوهر ندارد همخوابگی کند. الله میگوید انا اینها یگان خیلی ملامت شده نیستند، آنه که فقط با همسر خود نزدیکی میکند یا با کنیزش. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اما هر کسی که همسر خود را بماند، حلال خود را بماند، به این طرف و به آن طرف برود، انا اینها تجاوزگر هستند، انا اینها حدود الله را پایمال کردند. در دوامش باز الله صفت مؤمنان را میگوید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، همان مؤمنانی که نمازگزارانی که به امانتها و به عهدهای داده خود، عهد و پیمانهایی که داده هستند رعایت میکنند. عجب زمانی هست اهل امانت خیلی کم هستند، اهل عهد و پیمان خیلی کم هستند. گرفتن امانت آسان است، آن را نگاه داشتن خیلی دشوار. عهد و پیمان بستن به کسی قول دادن و به کسی عهد کردن خیلی آسان است، اما در آن عهدت ایستادن، حتی عهدی که به پروردگار دادی که خدایا من در راه تو هستم خودت گمراه نکن، به این عهد اکثریت رعایت نکرده ایستادن. ولی الله میگوید مؤمنان حقیقی، نمازگزاران حقیقی آنهایی هستند که در امانت هایی که به آنها داده شد، چه امانت همچون یک مال و ملک باشد، چه امانت های قولی باشد، و آن همیشه در رعایت و در نگهبانی هستند و این چونین به کسی عهد و پیمان
بستن یا عهد دادن آن را اصلا نمی شکنند، عهد شکن نیستند. والذین هم بشهادتهم قائمون، این چنین مؤمنانی که در شهادت های خود راست می ایستند. یعنی وقتی گواهی می دهند راست گواهی می دهند، دروغ نه. وقتی به کسی حتی همسر، حتی فرزند، حتی نزدیکترین شخصشان یا حتی دشمنشان باشد، خداوند سبحان الله در قرآن میگوید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، حتی دشمنت باشد هم در وقت گواهی دادن، در وقت درباره او چیزی گفتن، تو باید عادل باشی، تو باید راستش را بگویی. آره با تو دشمنی دارد اما کارهای خوبی او را هم باید بگویی. حتی فرزند و همسر و پدر و مادرت باشد هم وقت شهادت میدهی به خاطر نزدیکانت نباید گواهی دروغ بگویی، نباید شهادت دروغ بدهی. الله میگوید در شهادت های خود آنها پابرجا راست می ایستند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و آنها نمازهای خود را نگه می دارند. پیش از این گفت دائمون، در نمازهایشان دائمی همیشه هستند، نماز را اصلا ترک نمی کنند. اینجا میگه نمازهای خود را محافظت میکنند. رکوع هم چگونه بود، سجده هایم چگونه بود، تسبیح هایم چگونه بود. در نماز من تا چه اندازه قلبم در نزد پروردگار بود، نماز خود را حفظ میکنند. نماز همه دارند الحمدلله، تقریبا مسلمان به نماز نمی شود. مشکلی ما این است که آیا ما نگهدارنده یا محافظت کننده نماز خود هستیم یا نه؟ آیا همان گونه که درباره خوراکمون فکر میکنیم چه خیل شد و چه خیل مزه دارد و نه، یا درباره تخت خوابمون که چگونه خواب کنم و چگونه مدل باشد، یا درباره چیزهای دیگری دنیوی فکر میکنیم، درباره نمازمون هم فکر میکنیم که نماز من همین روزها چگونه میگذرد، یاد و خیال من در نمازم در کجا هست، رکوعهای من، سجده های من چگونه انجام میشود. الله میگوید آنها نمازهای خود را حفظ میکنند، اهمیت میدهند، دقت میدهند به نماز خود، چون نماز یگانه عبادتی است که رابطه تو رو به رو با پروردگارت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اگر نماز تو صالح باشد و درست باشد تمام عملهای تو هم خوب است، اگر نماز تو فاسد باشد تمام عملهای تو فاسد است. و چه خیلی گفتم گویا به همه چیز اهمیت داده می شود امروز، ولی به نماز نه، ولی به نماز نه. آره نماز هست اما تا چه اندازه آن نماز عبادت روبروی تو با پروردگار است، یا فقط خم میشوی، راست میشوی، خیالت در بازار و خیالت در جای دیگر است. این را باز خداوند میداند که الله ما را از جمله آنهای گرداند که محافظت کننده نمازمان باشیم. اولئک فی جنات مکرمون. الله میگوید انا این انسان ها، انا این صفت هایی که الان گفتیم، نمازشان دائمی هست، در پول و مالشان حقی طلبنده و حق انسان‌هایی که محتاج هستند جدا هست، آنهایی که از قیامت می‌ترسند، آنهایی که شرمگاه خود را از زنا نگه می دارند، آنهایی که عهد و پیمان وقتی بستن یا امانت گرفتن رعایت می کنند، آنهایی که در وقت شهادت و گواهی دادن راستش را می گویند و آنهایی که نماز خود را محافظت می کنند فی جنت مکرمون. الله می گوید جزای اینها آن است که در جنت اینها اکرام شده هستند. اینها را می بینی که در جنت با احترام از طرف پروردگار با سر بلند هستند. در دوامش الله میگوید فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا ان خلقناهم مما یعلمون. میگوید ای محمد چی از این کافرهایی که در نزد تو هستند حلقه حلقه این طرف می آیند آن طرف می آیند و عن الیمین و عن الشمال ایزین، از طرف راست و از طرف چپ هستند، از پیش تو می آیند مسخره کنان که گویا که آخرت
حق نیست، گویا که جنت و دوزخ نیست. پیش تو می آیند می نشینند محتیین با مسخره و با تمسخر. از طرف راستت یک گروه، از طرف چپت یک گروه. و باز اینها مسخره کنان میگویند اگر اینها اهل جنت شود ما هم اهل جنت میشویم. از اینها ما چی فرق داریم؟ سبحان الله، چگونه که ما چیکار کردیم که ما دوزخی و شما جنتی؟ گویان بعضیا تمسخر میزنند. کافران زمان پیامبر مشرکان هم همین گونه بودند و الله میگوید آیا اینها همشون طمع دارند که داخل جنت شوند؟ یعنی یک مؤمنی که نزد پیامبر بود، یک مؤمنی که همیشه از ترس پروردگارش در عمل صالح هست، او و یک نفری که همیشه از پی هوا و هوسش هست یک هست، هر دو داخل جنت میشوند؟ نه، اصلا این گونه نه. اینجا جنت از آن پروردگار است و دوزخ از آن پروردگار است. هرچی شما خواهید نمی شود. الله میگه ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا ان خلقناهم مما یعلمون. و خداید اینقدر متکبری نکنید، اینقدر نگویید که اینها درآید من هم داخل جنت می شوم، من هم مثل اینها احترام می شوم در جنت و در قیامت. نه، شما را من از چی آفریدم؟ یعنی پروردگار به آنهایی که متکبر هستند میگوید شما را من از چی آفریدم؟ از یک آبی که قدر ندارد به شما رسید میشوید. در دوامش الله میگوید فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادر هستیم، ما می توانیم. علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین، که در یک بارگی تمام این کافران را نیست کنیم، به جای اینها مؤمنان را در زمین جای بدهیم. ما به این چیز قادر هستیم. ولی قانون پروردگار در روی زمین این است که در روی زمین هم کافر و هم مسلمان عمر خود را، حیات خود را به سر میبرد، چون دنیا دارالقرار نیست، دنیا جای زندگی ابدی نیست. زندگی ابدی آنجا هست، در آخرت است. چون دنیا فقط یک میدانی هست برای دیدن که تو چی کار میکنی. الله میگوید من قادر هستم که تمام کافران را نابود کنم. ولی چی گفتیم؟ اینجا قانون پروردگار این است که این کار را نمی کند. اینجا میبیند که کی در راه راست است، که در راه خلاف. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. الله میگوید اینقدر برای آنها حرص نخور، برای کافران اینقدر برای آنها غم مخور وقتی تو را دروغ شماریدن، مسخره کردن. بگذار یخوض و غوطه زنند در گناه و در کفر خود. یلعبوا، چقدر دلشان میخواهد بازی کنند، مشغول عیش و عشرت شوند. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا زمانی که آنها روبرو میشوند با همان روزی که به آنها وعده داده شده است. یعنی این آیت یک آیت تسلیت هست. اینقدر آنهایی که میگویند به ما از آخرت نگویید، دنیا دنیای دو روزه است، نباید مؤمن برای آنها حسرت بخورد. وقتی که نمیخواهد بماند، از پی گناهش بشود. آن روز آمدنی است، آن روز حق است که او روبرو می شود با پروردگارش، روبرو می شود با این عملها و روبرو می شود با شمایانی که او را به راه راست می خواستید دعوت کنید ولی گوش نمی کرد. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون. الله می گوید روزی که همه شتاب از قبرهای خود بیدار می شوند و همان گونه که در دنیا از پی بت‌های خود می دویدند، آنجا هم به میدان محشر دویده می آیند. خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذله ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. آن روز دیگر مثل دنیا نیست. آن روز دیگر کتگی کنان، کبر و غرور کنان سرت را بالا نمی برداری. ای کافر یا هر مجرم و منافقی که فکر میکنی دنیا از آن تو هست، چی کار خواهی میکنی؟ نه، وقتی آن روز می آید خاشعتا ابصارهم، از ترس و از وهم و از شرمندگی چشمها در پایان، سرها زیر شده، ترحقهم ذله، از هر طرف آنها را خواری و زاری و شرمندگی احاطه کرده است. الله میگوید ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. این همان روز بود که آنها را
وعده داده شده بود. به آنها گفته میشد که آن روز هست، از آن روز بترسید، هر چی میخواهید در دنیا نکنید، ولی انجام دادن. اکنون سر خم از شما هست و سر بالا و به همدیگر بشارت دادن از آن مؤمنان است. الحمدلله رب العالمین. 44 آیتی سوره معارج را به آخر رسانیدیم و پروردگار مهربان با آن هدایتگری خود از اینکه خود هادی هست من و شما را هدایت کند، از جمله مؤمنان باشیم که صفتش را الان در این سوره با هم خوانده گذاشتیم و خداوند توفیق بدهد که هم در نماز و هم در صدقه و هم در عهد و پیمان و معامله هایمان با پروردگار و با بنده های پروردگار، با خلق پروردگار، از روی تقوا و از روی ترس از پروردگار همه این معامله های ما برای رضایت پروردگار استوار باشد. این بود آخر سوره معارج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.